سلام دوستان عزیز همراهان گرامی. دیگ پرسی لباسشویی مختلف حالا فرقی نمیکنه، ولی دیگی که الان داریم دیگ لباسشویی بوش هست، سری 10 و 12 به این شکل است. یکی از همکاران باز کرده چون تجربه نداشته، نمیدونسته که قمقمه هیدروستاتو نباید برش بزنه و غیره. حالا برای تعویض بردن این دیگا ما برشمون رو کاملا بین خط پرس میزنیم دقیقاً به همینجا، ولی زمانی که میرسیم به قمقمه هیدروستات دقیقاً به این شکلی که علامت زدم بعد ما برش بزنیم و ادامه کار رو دوباره بیایم روی خط برش. و بعد از اینکه کارمون رو انجام دادیم مجدد جوش پلاستیک میدیم و ادامه برنامه. حالا چرا این قسمت رو به این شکل برش میدیم؟ به دلیل اینکه اول که قمقمه هیدروستات داریم اینجا روی کار، برش بخوره آب بند کردنش از داخل خیلی سخته، مشکل آبگیری مواجه میشیم. یکم اینکه پایه‌ها روی بدن است، اگه از اینجا برش بزنیم پایه موتور از بین میره. حالا این بنده خدا با اینکه هیچ ایرادی نداشته بود برنگ برداشت باز کرده، حالا به هر دلیلی، ولی قراره که حالا جوش بدیم. برداشت میکنم حالا به اینا رو سوزونده به طرز فکرش این بوده که مثلا جوش پلاستیک بده، ولی نتونسته همه رو مجبور شدیم تخالی کنیم. بریم ببینیم چه کار می‌کنیم. ادامه کار انجام میدیم ان شاء الله. در خدمتتون هستیم. اولین کاری که می‌کنیم سه شوار دما رو تنظیم می‌کنیم روی دمای 360 برسه و شروع می‌کنیم به حرارت دادن تا اون ضایعاتی که داخل کار هست از بین بره، چون چسب آکاریوم و ضایعاتی که داخل کاره باعث خراب شدن و نشتی میشه. لوازمی که نیاز داریم یه سه شوار صنعتی، یک نوار فنری جوشکاری و اوگیره جوش پلاستیک 1000 وات تا سریع مخصوص کارم. اگه بخوایم پس از اینکه کارمون تموم شد نشتی نداشته باشیم، باید کامل اینا رو تخلیه کنیم از داخل کار. ضایعات که از قبل مونده، سوختگی‌ها باعث میشه که مثل جوش آهن اونایی که کار کردن متوجه میشن که جوش وقتی پوچه داشته باشه، کرم داشته، هر چقدر جوش بدی بازم به مشکل می‌خوره. تمام روی 470 تا 500 درجه حرارت نیاز داریم. بعد احتیاط کنید که حالت دیگ تغییر نکنه و مجبور نشیم که دیگو بخوایم تعویض کنیم. فکر می‌کنم الان متوجه شدیم که چرا میگیم از تعمیرکار کار استفاده نکنید که کارمون سعی کنید تعمیرکار خبره بیاریم که مجبور نشیم دیگه 12 میلیون ساله ما برش بزنیم و ماشین لباسشوییمون از بین ببریم. سعی کنید به یک شماره تلفن داخل دیوار اکتفا نکنید و رزومه تعمیرکار بدونید، بعد بهش کار تحویل بدید. از این لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ممنون میشم. ما یک بار با مواد خود دیگ این کار انجام میدیم، بعد از موادهای دیگه که قراره برای جوش استفاده کنیم استفاده می‌کنیم.